حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه روز محضر رسول صلی الله علیه وسلم آمد، در حالت که پیامبر او را فریاد زد و دیرتر کرد. وقتی نزد حضرت رسول صلی الله علیه وسلم آمد، پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسید که عبدالله چرا که ما تو را فریاد کشیدیم تو دیرتر آمدی؟ گفت یا رسول الله الان در جنت بودم. گفت چی خیر؟ گفت الان کفای پای مادرم در بغلم بود و به این شای مبارکم گفت کفای پاشم میمالیدم. همین حالت بود که اشک از چشم مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم سرازیر شد. عبدالله ابن عمر گفت که یا رسول الله مگر گپی ناجا زدم که شما ناراحت شده باشی؟ گفت نه، من از این گپی تو ناراحت نشدم عبدالله جان، بلکه آرزو کردم که کاش که مادر محمد صلی الله علیه وسلم میشد و منم کفای پاشم میگرفتم و ریشام میمالیدم. میدانی علتش چی است؟ در ریشات جواهرات